امروز انشاءالله اوید یک دعای کوتاه صحبت میکنیم. یعنی که این دعا یک دعای کوتاه است و برای زیاد شدن علم است. یعنی که اگر شما خواهید که علمتان زیاد شود همین دعا را میخوانید و این دعا در آیت 114 سوره طه آمده است. ربی زدنی علما، ای پروردگار من مرا دانش بیفزا. یعنی خدایا علم مرا زیاد کن. خصوصیت اساسی این دعا آن است که خداوند به خود پیامبر صلی الله علیه و سلم امر میکند تا این دعا را بخواند. پس بلند قدر است خدا، پادشاهی برحق، و به خواندن قرآن پیش از آن که وحی آن به سوی تو به انجام رسانیده شود شتاب مکن و بگو ای پروردگار من مرا دانش بیفزا. یعنی شما تصور کنید که خداوند با خود پیامبر صلی الله علیه و سلم امر میکند که این دعا را بخوانند و اگر خداوند با خود پیامبر صلی الله علیه و سلم امر میکند پس چه حاجت برای ما و شما؟ البته ما هم باید که این دعا را باز هم بیشتر و بیشتر بخوانیم. خداوند این دعای را که همگی 3 کلمه از 3 کلمه عبارت است، این دعا 3 کلمه است، با رسول الله صلی الله علیه و سلم و با واسطه آن حضرت به ما آموزانید. یعنی که این دعا را خداوند به پیامبر صلی الله علیه و سلم آموخت و پیامبر صلی الله علیه و سلم این دعا را به ما آموزانیدند. اگر در دنیا آدم باشد که دیگر یگان دانش محتاج نباشد، یگان دانش علاوگی برای او ضرور نباشد، این محمد صلی الله علیه و سلم است. لیکن این گونه آدم وجود ندارد و هر یک انسان، همه ما همیشه کوشش میکنیم که باز هم بیشتر علم پیدا نماییم و همین است یکی از خصوصیت های ما که خداوند با رحمت خود به ما داده است. اگر به حیوان ها نگرید و فرقیت آدمان از حیوان ها را بکاوید میبینید که در بسیار حالت ها آنها از ما بهترند. یعنی که حیوان ها از ما بهترند، برای آنکه بعضی از حیوان ها از ما دیده کلانترند، بعضی از آنها از ما دیده تیزترند. اگر دویدنی شویم آنها از ما تیزتر حرکت میکنند. پرنده ها باشد پرواز میکنند ولی ما این کار را کرده نمیتوانیم. وقتی که خداوند آدم علیه السلام را آفرید وی به حضرت نامه های اشعه را آموزانید و اول از فرشتگان پرسان شد. وقتی که فرشتگان نام های آن اشعه را گفته نتوانستند بعدا آدم علیه السلام آنها را نامبر کردند و پس از این واقعه فرشتگان فهمیدند که خداوند آدم را از آنها بالاتر کرده است. یعنی درجه آدم بالاتر است، لیکن در اصل فرشتگان از ما کلانند. یعنی که آنها بدن جسمی بزرگ از ما دیده جسمی بزرگ دارند و در قد در قوه آنها از ما خیلی بزرگترند و باز آنها پرواز کرده میتوانند. و از اینجا معلوم می شود که آدم را قوه جسمانی نیو محض داشتن شعور یعنی عقل از دیگران دیده در درجه بالا گذاشته است. و اکنون یک سوال، وقتی که ما این دعا رو میخونیم زیر این دعا تنها علم دینی در نظر داشته شده است یا اینکه علم دنیوی هم آنجا هست؟ یعنی که وقتی که ما میگیم که خدایا علم مرا زیاد کن، ما اینجا تنها علم دینی را در نظر داریم یا اینکه علم دنیوی را؟ و جواب این سوال چنین است: وقتی که بنده میگوید ربی زدنی علما، ای پروردگار من مرا دانش بیفزا، زیر آن هم علم دینی و هم علم دنیوی در نظر است. لیکن باید قید کرد که
غالبیت اینجا جانب علم دینی است، یعنی که بسیارتر علم دینی در نظر داشته شده است. زیرا بسیار آدمان را دیدیم که در دانشگاه های بزرگ علم آموختند لیکن از الله دورند و همچنین آنهای را دیدیم که از خیمیه و فیزیک هیچ چیز نمیدانند، لیکن این گونه آدم ها علم زیادی دینی دارند، حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم را می آموزند، قرآن و سنت را می آموزند و از خدای خود باخبرند. و این معنای آن را ندارد که اکنون علم دنیوی را نباید آموخت. هرگز این گونه نیست یگان وقت، زیرا علم دنیوی به ما خیلی کمک میرساند و آن را نیز باید که آموزیم. زیرا اگر که ما علم دنیوی را دانیم، ما بسیار کارهای خود را آسان میکنیم و مبلغ زیاد میتوانیم به دست بیاریم، یعنی که پولی بسیار کار کرده میتوانیم. و خلاصه زیر این دعا علم در نظر است که بر فایده ما است، یعنی که علمی که برای ما یگان فایده رساند. امروز الکی چندین تجربه های عالمان نشان داده است که معنی سری آدم به مانند موشک‌های بدن است، یعنی که هر قدری که شما آنجا زیاد علم وارد نمایید، معنی سر همان قدر بزرگ شدن میگیرد و هر قدری که علم شما زیاد شدن گیرد، آموختن برای شما آسان میشود. این به مانند آن است که وقتی که شما به زل مشق میروید و هر چقدر که بسیار مشق کردن میگیرید، موشک‌های بدن شما بزرگتر میشوند و هر چقدر که موشک‌های بدن شما بزرگتر شود، شما باز هم وزن‌های زیاد رو برداشتن میگیرید و برداشتن آن وزن‌ها برای شما آسان میشود. یعنی که با عقل نیز همین گونه است. هر چقدر که شما بسیار میخوانید، معنی سری شما باز هم به قوتر میشود و در آینده آموختن علم ها برای شما آسان میشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که 2 نفر هیچگاه آرام نمیشود و اینها یک نفری از این نفری است که از پس دنیا است، از پس مال دنیا است و دیگرش این آن نفری است که جوینده علم است. اگر شما از پس این دنیا رفتید، پس دانید که دلهای شما هیچگاه آرام نخواهند شد. زیرا اگر شما گوید که من امروز نال هستید، میگوید که من $10,000 کار میکنم تمام، و من با شما میگم که 100%. دانید که اگر شما $10,000 کار کنید، آن برایتان کم مینماید و میگوید که نه 20,000 کار کنم، بعد 30,000، بعد 40,000 و همین تر رفتن میگیرد و شما هیچگاه همون پولایی که کار میکنید راضی نمیشوید و باز هم بسیارتر و بسیارتر خواستن میگیرید. دیگر آن است که در جستجوی علم است. یک نفر دیگر نیز هیچگاه آرام نمیشود و همیشه از اون علمی که دارد قانع نشده باز از پی آموزش علم است. و اگر شما نتوانستید حیات را برای آموزش علم صرف کنید، این دعا آغاز کار شما است و شرط نیست که از سحر تا شام پره از پی آموزش باید انسان باشد. برای خود شما در اول وقت جدا نمایید و هر روز کم کم آموزید و بعدا با علم آموختهتان همون چیزی که می آموزید عمل کنید. راضی شوید که هر روز ما چقدر ویدیوهای نادرکار تماشا میکنیم. عجیب، لیکن برای آنها ما وقت داریم. بهتر بجای آنها یگان موعظه از حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم گوش کنید. کوشش کنید تا وقتی که خداوند با رحمت خود به شما داده است با کارهای بیهوده صرف نشود. و در همین جا سلسله نوبتی به آخر میرسد و دعای امروزه: ربی زدنی علما، ای پروردگار من مرا دانش بیفزا. خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.